سلام، خوش اومدین به اخبار فضای مجازی. این ساعت خراب شدن آیدی سلیم شاهین با اسلحه سبک و سنگین. گزارش ها که از آن است که گروه مهاجمان بالای تیک تاک سلیم شاهین حمله ور شده و خوشبختانه که ایشان در تیک تاک حضور نداشته، اما تیک تاک به صورت کاملا خراب گردیده است. برای جزئیات بیشتر خواستیم آقای سلیم شاهین را روی خط داشته باشیم، اما لحظات بعد ایشان حضور می‌یابند. اما در این حال آقای جانی نیز اظهار تاسف کرده است و گفته است که شدت این حمله به حد قوی بوده است که اسکرین تلفن جانی نیز شکسته و خودش را از لایو و بیرون از فضا پرتاب نموده است. برای جزئیات بیشتر آقای سلیم شاهین را روی خط داریم. بفرمایید آقای سلیم شاهین، آخر این حمله بالای شما چگونه صورت گرفت از طریق فضای مجازی؟ سلام، درود عزیزای نازنین، برادرای خوبم. البته تیک تاکی که بسیار بیننده داشت از بین رفت، دلیت شد. و همچنان آقای سلیم شاهین گفته است که از مردم میخواهد که وی را دو بزنن. برای جزئیات بیشتر آقای سلیم شاهین بفرمایید. خواهش میکنم دونیت کنین و همچنان ما خوب میفهمیم که نکنم سیاست مدار هستم، نه کسی را توهین کردم، فقط کارهای هنری و سینمایی خودم میخوایم که از این طریق در خدمت شما بگذارم و آرزو دارم که شما لایک کنین و فالو کنین